الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، علاقمندان علوم قرآنی، محبان و دوستداران قرآن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را به برنامه مسیر نور خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته یا برنامه گذشته پیرامون آداب قرآن عظیم الشان و فضائل قرآن کریم اشاره نمودیم. الان بحث ما پیرامون بیان اصلاح یا احوال بشر، اصلاح بشر یا اصلاح احوال بشر با وسیله قرآن کریم هست. وقتی ما بخوایم اصلاحات را به وجود بیاوریم، از چی طریقی باید اصلاحات بیایه؟ برادر مسلمان، خواهر مسلمان، تو کسی که الان برنامه تفسیر قرآن عظیم الشان را گوش میکنی، یک قاعده کلی پیش خود داشته باش. میخواهی اصلاحات را به وجود بیاوری، از چی راهی و از چی طریقی؟ مقدمه قرآن هست. من و تو در این لحظه به قسمت 5 در مقدمه قرآن قرار داریم. حالا این را باید بفهمیم و بدانیم: بیان اصلاح و احوال بشر توسط قرآن، به وسیله قرآن عظیم الشان برای اصلاح بشر نه تنها در یک عصر بلکه در همه عصرها تا روز قیامت این قرآن برای اصلاح بشر و برای هدایت بشر و برای سعادتمندی بشر نازل شده و هدایت و اصلاح و ارزندگی و زندگی و اینها را به ارمغان آورده. در هیچ شریعت و دینی چنین برنامه کامل اصلاحی وجود نداره. اگر ما بیاییم اصلاح عقاید یک نگاهی داشته باشیم، اصلاح عقاید از طریق چی میشه؟ وقتی یک نفر بخواه عقیده خود را اصلاح کنه، عقیده خود را اصلاح کنه با او چیزی که باور داره، باید چنگ بزنه به قرآن. اصلاح عقیده توسط قرآن هست. عقیده یهودیت چرا رده؟ چرا مردوده؟ عقیده مسیحیت، مسیحیان امروزی یعنی نصارا، اینها چرا عقیده درست و صحیح ندارن؟ چون اعتقاد و باور به قرآن ندارن. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره اشاره میکنه: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، به این که روی خود را طرف مشرق و مغرب کنید این نیکی نیست، بلکه ولكن البر من آمن بالله والیوم الاخر، من آمن بالله والیوم الاخر،
والملائکة والکتاب والنبیین. نیکی این است، نیکویی برای کسیه که به الله و به روز آخرت و به فرشتگان و به کتاب و به پیامبران چکار باشه؟ ایمان آورده باشه. پس اصلاح عقیده توسط قرآن هست. بعضی از عزیزان میآیند سوال میکنن چه کار کنیم که یک عقیده خوبی داشته باشیم؟ قرآن بخوان. چه کار باید بکنیم که عقیده ما درست بشه؟ قرآن بخوان. قرآن با تدبر بخوان، با معنا و مفهوم بخوان. پس اصلاح احوال بشر به وسیله قرآن در تمام عرصه ها، اصلاح عقاید از طریق قرآن. دوم اصلاح عبادات. اینا همه باز در لابلای قرآن توضیح داده میشه. آیات زیادی میآیه که در این باره برای اصلاح عقیده قرآن آیات زیادی داره. چون حال ما در مقدمه قرآن قرار داریم، باید این را بفهمیم که اصلاح بشر توسط قرآن هست، به وسیله قرآن هست. دوم اصلاح عبادات. عبادت میکنیم، اگر عبادت ما ناقص باشه، اگر عبادت ما در او کم و اضافه باشه، حالا ما این را چگونه بفهمیم؟ همین عبادت خود را چگونه اصلاح کنیم؟ نماز ما، روزه ما، زکات ما، حج ما، همه اینها، همین عبادت چگونه اصلاح بگردانیم؟ اصلاح عبادت هم از طریق قرآن هست، از طریق قرآن، سنت رسول صلی الله علیه و سلم. الله اشاره میکنه اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتابی را که به سوی تو وحی شده بخوان، اتلو، تلاوت کن. ما اوحی الیک من الکتاب، او چیزی که به سوی تو وحی شده بخوان. این کتاب را که خواندی بعد میفهمی که و اقیم الصلاة، نماز بخوان، نماز برپا دار. قرآن را که خواندی میدانی که نماز چیست. نمازی که موافق به قرآن و سنت رسول الله باشه، در او اخلاص باشه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این نماز باز می‌داره انسان را از کارهای زشت، از کارهای ناروا، از کارهای بی‌حیایی، از کارهای بیهوده. ولذکر الله اکبر، یاد الله از همه بزرگتر هست. پس اصلاح عقاید توسط قرآن، به وسیله قرآن. اصلاح عبادات توسط قرآن، به وسیله قرآن. قرآن هست که راه را به ما نشان میده، عبادت و چگونگی عبادت را نشان میده. سوم اصلاح اخلاقه. ما میخوایم یک انسان خوش اخلاق باشیم. یک انسان خوش اخلاق. از کدام طریق انسان خوش اخلاق میشیم؟ از طریق قرآن. آمدن از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال کردن که درباره اخلاق رسول معظم اسلام برای ما بگو. رسول معظم اسلام چگونه اخلاقی داشتن؟ حضرت عایشه فرمودن کان خلقه القرآن، اخلاق پیامبر بود قرآن. اگر یک پسر میره یک دختر مسلمان را فریب میده، این اخلاق نیست. این که زبان چرب و نرم داشته باشه تا دختر مسلمان را فریب بده، این اخلاق نیست. که بازی دختر مسکین بگه به به چی جوان خوش اخلاقیه، برو با ای بالاخره دوست میشم، رفیق میشم، بعدها ازدواج میکن. دختر مسلمان باید نگاه کنه که او جوان اخلاق قرآنی داره یا خیر. اگر یک دختر باز هم میایه با اخلاقهای شیطانی یک جوان مسلمان، یک پسر مسلمان فریب میده، بازی میده، جوان مسلمان باید ببینه عین شکل فروشنده و بایی و مشتری، کسی که میفروشه، کسی که میخره اشیا و اجناس
طرف مقابل میبینه که بسیار زبان عجیب و غریب داره، به اصطلاح من و شما کاکاجان و لالاجان و اینها داره، انسان یک نگاهی داشته باشه که آیا این اخلاق سرچشمه از قرآن گرفته یا نه پشت این اخلاق باز چمهای، فریبهای، حیله‌های، خیانتهای. الله سبحانه و تعالی در قرآن از منافقین اشاره میکنه، بعداً در سوره بقره میخوانیم. الله میفرماید و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا. بعضی از منافقین میاین پیش توی پیامبر، اینقدر سخنهای نرم و چرم میگن که تو رو به تعجب میاندازن، تو تعجب میکنی که به به چقدر زیبا صحبت میکنن، چقدر اخلاق خوبی دارن. اما این را بدان که وهو الد الخصام و اذا تولا سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث. اما پشت این اخلاق زشت اینها در حقیقت او اخلاق زشته، عسلی که داخل او زهر مخلوط شده، وقتی تو متوجه نشی او عسل نیست، داخل شیری که زهر مخلوط شده باشه، ظاهرش شیره، ظاهرش عسله، اما داخلش زهره، کشنده هست. پس این مهمه که اصلاح اخلاق توسط قرآن. چی کسی خوش اخلاقه؟ کسی که اخلاق قرآنی داره. چی کسی خوش اخلاقه؟ کسی که اخلاق محمدی صلی الله علیه وسلم داره. نه این که پشت سر چم و فریب و حیله و اینها داشته باشه. چقدر خانواده ها الان تکه تکه شده، پارچه پارچه شده، بین زندگی ها طلاق آمده، مشکلات آمده، همه به خاطر این که در ابتدا اخلاق قرآنی نبوده، اخلاقی بوده که تزویر بوده، چم بوده، فریب بوده، حیله بوده. پس اصلاح احوال بشر به وسیله قرآن، اصلاح عقیده، اصلاح عبادات، اصلاح اخلاق که اشاره کردیم. اصلاح جامعه، میخوایم جامعه را اصلاح کنیم، این جامعه باید به وسیله قرآن اصلاح بشه. هیچ چیزی جامعه را دیگرگون نمیکنه. دوران جاهلیت دوران ظلمت بود، تاریکی بود، جهل بود، تمام مشکلات بود. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی به پیامبری مبعوث میشن با خود چی دارن؟ قرآن. این قرآن بود که بدترین دوران را بهترین دوران میسازه، خیر القرون میسازه. پس به تمام عزیزانی که میخواهن به اصلاح جامعه بپردازن، جامعه را اصلاح کنن، او جامعه و او مردم باید با قرآن آشنا بشن. اصلاح جامعه توسط قرآن و به وسیله قرآن. در بین جامعه امروز اگر میبینیم به خاطر قوم همدیگر را میکشن، به خاطر زبان میکشن، به خاطر نژاد، به خاطر منطقه، به خاطر تعصبات بیجا. اما نگاه کنیم، ریشه یابی کنیم، این افراد از قرآن، حتی روحانی قرآن را هم بلد نیستن. معنا و مفهوم قرآن که یک طرف، حتی افراد ظالم، اونهایی که آدم کشن، اونهایی که خیانت میکنن، اونهایی که ظلم میکنن، اینها حتی روحانی قرآن را هم درست بلد نیستن. پس اصلاح جامعه توسط قرآن و به وسیله قرآن. پنجم، اصلاح سیاست. اصلاح سیاست و داوری از طریق رعایت عدالت و مساوات در میان مردم. از کدام طریق میشه؟ یک سیاستمدار چی وقت سیاستمدار موفق هست؟ که سیاستش قرآنی باشه. ما وقتی میگیم سیاست‌های پوچ، سیاست‌های غلط، سیاست‌های بالآخره که هیچ اصل و اساس و بنایی نداره، همان سیاست‌هایی هست که آنها از قرآن به دور هست. سیاست قرآنی عدالت میاره،
سیاست قرآنی مساوات میاره. الله سبحانه و تعالی میفرمایه ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. شما را دشمنی قومی بر ترک عدل و عدالت وادار نسازه. ولا یجرمنکم شنآن قوم، شما را به این وادار نشیم که بالآخره اگر کسی از نزدیکان شما بود جرم کرد، جنایت کرد، شما چشم پوشی کنید. نه، چنین نکنید. اعدلوا، عدالت کنید که او عدالت چیه؟ هو اقرب للتقوى. ای به تقوا نزدیکتره، به پرهیزگاری نزدیکتره. قرآن هست که میفرمایه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی در میان مردم داوری میکنید، داوری شما عادلانه باشه. داوری شما عادلانه باشه. این خیلی مهمه. پس سیاست قرآنی، سیاستی که در آن قرآن نبود او سیاستی نیست. پس پنجم دانستیم اصلاح سیاست و داوری و عدالت توسط قرآن و وسیله قرآن. اصلاح اقتصاد ششم، ما ارتباط به اصلاح احوال بشر صحبت میکنیم. این بشر در عرصه اقتصاد چه کار باید بکنه؟ اصلاح اقتصاد از طریق قرآن. قرآن هست که ما را متوجه میسازه به انفاق. قرآن هست که ما را متوجه میسازه به کار و بار. قرآن هست که ما را متوجه میسازه به حلال و اعمال طیب و بالآخر تجارتی که در آن للهیت باشه. قرآن هست. قرآن که حق فقرا را بیان میکنه. قرآن هست که درباره تجارت و اقتصاد به ما راهکار میده. پس اصلاح تجارت، اصلاح اقتصاد از طریق قرآن. میخوایم اقتصاد ما خوب بشه، قرآن بخونیم. قرآن که میگه اسراف نکن، اسراف کردی اقتصادتو خراب میشه. قرآن میگه مال مردم نخور، رشوت نگیر، رشوت ندی. قرآن که میگه متوجه بیع و شراء خود باش که آلوده به ربا و سود نشه. قرآن که حق فقرا و مساکین بیان کرده. قرآن هست که ما را متوجه میسازه که چه کار باید بکنیم و مالی که به دست آوردیم چگونه به دست بیاوریم و چگونه او را مصرف کنیم. قرآن هست. پس اصلاح اقتصاد و اصلاح تجارت از طریق قرآن هست. هفتم، اصلاح خانواده. بین زن و شوهر مشکل ایجاد شده، حالا از کجا اصلاح بیایه؟ اصلاحات از کجا؟ از طریق قرآن. امروز چون زن مسکین حق و حقوق خود درست نمیفهمه و نمیدانه، به مجرد سر از او ظلم میشه، میگه میرم به حقوق بشر، میرم به حقوق زن، میرم بالاخره به امور زنان، میرم به فلان ارگان و فلان ارگان در میزنه. اگر قرآن این زن مسلمان بلد باشه، با مجردی که به سر از او ظلم بشه، قرآن برمیداره پیش شوهر میگذاره که ببین این حق من هست، الله یه حق رو به من داده. اگر بر سر مرد مسکین ظلم میشه، مرد نباید دروازه این و اون در بزنه، باید مراجعه کنه به قرآن. قرآن بگذاره پیش زن، تو مسلمانی، این حق زن هست، این حق شوهر هست، این بیانات الله هست. الله سبحانه و تعالی میفرمایه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زنان را همچون حقیه که بر آنهاست، همانطوری که مرد حق داره که زن از او اطاعت کنه، گوش به فرمانش باشه، خب زن هم حقی داره. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه
ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زنان هم همچون حقی دارن که شما همان حق دارید. اگر دوست داری همسرت و خانومت و حرفت رو گوش کنه، خب تو هم بعضی وقت حرفای رو گوش بکن دیگه. برای همیش گوش بکن. بین زن و شوهر باید تفاهم باشه، باید اصلاحات باشه، نیت خیر باشه. چنین نمیشه که همیشه مرد بگه و زن مسکین گوش کنه، یا یک مرد مظلوم که واقعی بشه همیشه زن بگه مرد گوش کنه. نه، باید زندگی با تفاهم. پس اصلاح خانواده، اصلاح بین زن و شوهر از طریق قرآن هست، از طریق قرآن. این که الله سبحانه وتعالی در ادامه این آیه میفرماید وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. برای مردان درجه هست. این درجه دنیوی هست، درجه اخروی نیست. باز بعداً به این آیه که رسیدیم مفصل و مشرح توضیح داده میشه. فقط همین قدر میگم که وقتی الله میگه مردان وللرجال علیهن درجه، بر مردها یک مرتبه هست و یک درجه هست. این درجه دنیوی هست، درجه اخروی نیست. به خاطر تنظیم خانواده باید یک نفر امیر باشه، به خاطر ترتیب و تنظیم یک شهر باید یک نفر ولی باشه، یک نفر قماندان باشه. معنی این نیست که ولی و قماندان از دیگرها بهترتر هستن. به خاطر نظم مملکت باید یک رئیس جمهور باشه، به خاطر نظم خانواده باید یک نفر داخل خانواده تصمیم گیرنده باشه که او هم شوهر انتخاب شده. چنین نیست که بالاخره حالا یک فردی که رئیس جمهور شد دیگه از همه کل ملت بهترتره. نه، به خاطر نظم، به خاطر آرامشه، تنظیم یک مملکت هست. در خانواده هم همچنین که انشالله به این آیه باز به وقت تفسیر این آیه باز بیشتر توضیح میدیم. هشتم، اصلاح حرب و جنگ توسط قرآن. کسی که میخواد دشمن خود را بزنه نگاه کنه که چگونه دشمن را بزنه، دشمن را چگونه میخواد با دشمن صلح کنه، چگونه صلح کنه. جنگش موافق با قرآن باشه، صلحش موافق با قرآن باشه، از طریق قرآن. وقتی کسی کشته میشه او رو نگاه کنه که دین و شریعت و قرآن گفته که این کشته بشه، دین و شریعت گفته که با فلانی جنگ بشه، دین و شریعت گفته که با فلانی صلح بیایه و اصلاحاتی بیایه. پس اصلاح جنگ، اصلاح صلح، همه اینها توسط قرآن و وسیله قرآن. الله سبحانه و تعالی میفرماید و این جنحوا للسلم فاجنح لها. اگر آنها یعنی دشمنان به صلح آماده بودن، مائل بودن، تو نیز با آنها چه کار بکن؟ میل پیدا کن. اگر اونها به صلح آماده بودن، اگر دشمن بالی تو با جنگ آمد، به جنگ برو. اگر به صلح آمد، صلح برو. اما نگاه کن که همی صلح و همی جنگ تو حالت عقده‌ای نباشه، حالت قومی نباشه، حالت نژادی نباشه، حالت منطقی نباشه، حالت دینی باشه. دوستی میکنی با هر کس به خاطر الله، دشمنی میکنی با هر کس به خاطر الله، چیزی به کسی میدی به خاطر الله، چیزی از کسی منع میکنی به خاطر الله. نبی مکرم اسلام میفرمایند وقتی این 4 موضوع به خاطر الله شد، محبت به خاطر الله، دشمنی به خاطر الله، چیزی دادن به خاطر الله، چیزی ندادن به خاطر الله، فقط استکمل الایمان. اینجا ایمان کامل میشه، ایمان کامل میشه. پس جنگ ما، صلح ما، آشتی ما با طرف مقابل که حتی طرف کافره، باید اینها ما به اوزان قرآن و سنت رسول الله برابر داشته باشیم. یکی 2 نکته دیگر هم اشاره میکنم. 9، مبارزه با بردگیری. وقتی بین جامعه بحث میشه که دین اسلام ارتباط به برده ها، ارتباط به غلام، ارتباط به کنیز، چرا چنین هست که کنیز بگیر کنیز بالآخره؟ دین مبین اسلام دینیه که ترغیب و تشویق داره با آزاد ساختن بردگان از طرق مختلف. میگه بردگان را آزاد کنید،
غلامان را آزاد کنید. آزاد ساختن بردگان و غلامان در دین اسلام تشویق شده، ترغیب شده. وقتی ما میبینیم دستور با آزاد ساختن برده ها، دین مبین اسلام از راه‌های مختلف داده. کفاره قتل میبینیم آزادی و آزاد ساختن برده هست، در کفاره زهار، در کفاره روزه، در کفاره یمین. دین مبین اسلام آمده تشویق میکنه، ترغیب میکنه که کسی برده نباشه، کسی غلام نباشه، کسی کنیز نباشه. دین مبین اسلام دینیه که برای انسانها درس آزادی میده. پس مبارزه با بردگیری، این را از کجا ما میفهمیم؟ از کجا میدانیم؟ زمانی میفهمیم که قرآن را یاد داشته باشیم، با معنا و مفهوم قرآن آشنا باشیم. انسانهای بیدین، انسانهای سکولار، انسانهای بیخبر از قرآن و سنت امروز میان انگشت انتقاد میگذارن که در صدر اسلام کنیز بوده، در صدر اسلام غلام بوده، در صدر اسلام برده میگرفتن، در صدر اسلام فلان و فلان و فلان. بعد همینها را صدا کنید که شما که اینقدر علیه دین تاخت و تاز دارید، چند آیه قرآن را یاد دارید؟ چند مرتبه قرآن را تفسیرش را خواندید؟ امی هر کس که میآیه انگشت انتقاد میگذاره که در صدر اسلام چنین بود و در صدر اسلام چنان بود، خب بیا تو بالاخره از صدر اسلام گپ میزنی. خب همین جریان صدر اسلام رو که قرآن با ما بیان میکنه، قرآن هست. تو چقدر قرآن رو یاد داری؟ وقتی که او را به میز محاکمه قرآن بنشانیم، نگاه میکنیم که قرآن را از رو هم یاد نداره. روخانی قرآن را یاد نداره. میگه که دین اسلام دینیه که برده میگرفته و غلام میگرفته و کنیز میگرفته. و بیا یک نگاهی بکن، بیا یک بار ببین کفاره قتل، یک نفر قتل خطا میکنه، یکی از جمله شروط از او قرآن میگذاره آزادی برده. کفاره زهار یکی از راههای از او آزادی برده هست. کفاره روزه یکی از راههایش آزادی برده هست. کفاره یمین یکی از شروطش آزادی برده هست. یک نگاهی داشته باشیم به آیات قرآن. پس بناهن وقتی قرآن هر کسی نفهمید و ندانست، به این مشکلات روبرو میشه. دهم، آزادی فکر و اندیشه. آزادی فکر. این آزادی فکری را از کجا پیدا کرده میتوانی؟ از لابلای قرآن. قرآن بخوان تا فکرت فکر آزادی بشه، اندیشه‌ات اندیشه آزادی بشه. قرآن بخوان. قرآن هست. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی ارتباط به آزادی فکر و اندیشه ما را متوجه می سازه. الله سبحانه و تعالی می فرمایه فذکر انما انت مذکر. پس پن بدی، نصیحت بکن. وظیفه تو پن دادن است. وظیفه تو پن دادنه. ای پیامبر، تو ابلاغ خود را بکن، تو وظیفه خود را ادا کن، تو راه هدایت و خیر و برکت برایشان نشان بدی. تو برایشان بگو که این راه خیر، این راه شر، این راه بهشت، این راه جهنمه، این راه خوبیه، این راه زشتیه. تو بیان بکن. اما ای که اونها این را میپذیرن یا نمیپذیرن، لست علیهم بمسیطر. تو بر آنها دیگه مسلط نیستی که حتما بقبولانی. این قرآن هست که آزادی فکر و اندیشه برای ما درس میده. عزیزان بزرگواران، قرآن کتابیه که اگر بخواهیم اصلاحات به وجود بیاریم، باید چنگ به قرآن بزنیم. قرآن کتابیه که به تعبیر یا به گفته امام مالک رحمه الله که می‌فرمایند
این امت زمان اصلاح میشه و اگرچه از بعضی از علمای متأخرین هم این قول نقل کردن، میفرمایند این امت زمان اصلاح میشه که چنگ بزنه با آنچه که مسلمانان صدر اسلام را خوشبخت کرده، اصلاح ساخته. و این امت خوشبخت نمیشه و اصلاح نمیشه تا زمانی که به او کتاب چنگ نزنه، که او همانا قرآن هست. قرآن کلام پروردگار عالم. قرآن کتابیه که ما را متوجه می سازه. پس خلاصه بحث ما و شما این شد که اگر بخوایم عقیده خود را اصلاح کنیم باید چنگ به قرآن بزنیم. اصلاح عقاید. اگر بخوایم نگاه کنیم که عبادات ما چگونه عباداتی هست باید چنگ بزنیم به قرآن. اصلاح عبادات از طریق قرآن هست که در همین جا یک نکته درباره عبادات اشاره کنم. بحث عبادات و عبادت این مسئله توقیفی هست. یعنی ما از پیش خود نمیتونیم عبادت بسازیم. مثلا پیش خود فکر کنیم که فلان شی خیلی ثواب داره اگر خود ما انجام بدیم، ایر بیاییم از پیش خود اجتهاد کنیم و ایر بسازیم به نام عبادت. عبادت توقیفی هست، یعنی تمام شده. ما از پیش خود عبادت ساخته نمیتونیم. باید هر عبادتی که انجام میدیم او عبادت از جانب قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم و اقوال و اعمال الصحابه برای ما رسیده باشه. یعنی در قبولی عبادت علمای بزرگ من و شما دو شرط گذاشتن. یک عبادت زمان قبول میشه که این دو شرط داشته باشه. مثل یک پرنده‌ای که دو بال داره، اگر یک بالش از کار افتاد پرواز کرده نمیتونه، سیر کرده نمیتونه، حرکت کرده نمیتونه. پس من و شما باید این دو نکته مد نظر داشته باشیم. هر عبادتی که انجام میدیم شرط اول اینه که او عبادت موافق به اعمال رسول صلی الله علیه و سلم، موافق به عبادات رسول صلی الله علیه و سلم و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که صحابه هم کاری از پیش خود انجام نمیدادن الا که از رسول الله میدیدن. پس یک شرط متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم. هر عملی که انجام میدیم باید تابع رسول الله باشیم. نماز ما باید موافق به احادیث صحیحه رسول الله باشه. روزه ما باید موافق به قرآن و سنت باشه. باید حج ما موافق به قرآن و سنت باشه. باید زکات و صدقه ما موافق به قرآن و سنت باشه. جهاد ما موافق به قرآن و سنت باشه. حجاب ما موافق به قرآن و سنت باشه. پس شرط قبولی عبادت اول متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم. دوم اخلاص هست، یعنی خاص به خاطر الله صورت بگیره. نماز خاص به خاطر الله، روزه خاص به خاطر الله، حج به خاطر الله، جهاد به خاطر الله، حجاب به خاطر الله، اخلاق به خاطر الله، مهربانی به خاطر الله. همه اینها. حالا اینجا متوجه باشیم بعضی از انسانها یک عمل را انجام میده که 100% با اخلاصه، خاص به خاطر الله انجام میده، خاص به خاطر الله، اما متابعت از رسول الله که نباشه ارزش نداره. یک نفر 100% یک عمل موافق و مطابق رسول الله انجام میده اما در او اخلاص نیه، بازم ارزش نداره. پس قبولی عبادات این دو شرط داره: متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم و در آن اخلاص باشه. حالا
اما مسیحی که در عبادت خود حضرت عیسی میگه مسیح ابن الله، او از بستی که حضرت عیسی دوست داره میگه بچه خدا هست. یهودی که میگه عزیر ابن الله، عزیر بچه خدا هست، نعوذ بالله، او از بستی که دوست داره از روی محبتی کار کرده، خاص به خاطر الله میگه ای کار کردم، اما مشرک شده. چرا؟ به خاطر که باز متابعت از رسول الله نکرده. قرآن او را از شرک باز میداره، خود را باز نداشته. احادیث رسول الله او را متوجه میسازه که این عمل تو شرکه، او توجه نکرده. وقتی اگر به اخلاص بگیم، خب همون گو پرستی هم که گو پرستش میکنه او اخلاص داره، همون موش پرستی هم که موش پرستش میکنه او اخلاص داره. آیا از روی اخلاص او به جای میرسه؟ نه، چون متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده. یک مسلمانی رو میبینیم که رفته خود داخل یک غار کرده، دروازه را بسته کرده، هیچ نمیخوره، نمینوشه، گپ نمیزنه، خود ضعیف ساخته، یک تار موی خود ساخته. آیا از این قبول میشه؟ نه، به خاطر که رسول الله چنین چیزی رو نگفتن. درسته به اخلاص به اونجی رفته، شروع کرده به اعمال، به عبادات، اما چون متابعت از رسول الله نکرده ارزش نداره. مثلا یک چند وقت قبل یک خواهر آمد گفت که ما به فلان جا پیر ما هست و او پیر ما کمر ما بسته کرده، به ما گفته تو دیگه عروس نشو، دیگه تمام عمر خور وقف عبادت کن. این خلاف شرعه، خلاف دینه. هر زنی وقتی بزرگ شد نیاز به شوهر داره و هر مردی که بزرگ شد نیاز به زن داره. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم 3 صحابه‌ای که جستجو کردن که عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر هست، وقتی دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت میکنن گفتن رسول الله که اینقدر عبادت کنن دیگه پس ما باید چه کار بکنیم؟ او 3 صحابه تصمیم گرفتن. یک صحابه گفت که از این به بعد دیگه من تا روزی که زنده هستم همه روزه میگیرم. یک صحابه گفت که من شب تا صبح نماز میخوانم. یک صحابه گفت که من دیگه تا روزی که زنده ام ازدواج نمیکنم، زن نمیگیرم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و وقتی این اعمال را شنیدن آمدن و مسجد النبوی صلی الله علیه و خطبه دادن. گفتن های مردم، من از همه شما کرده از الله بیشتر میترسم، از همه شما از الله بیشتر میترسم، اما حصه ای از شب میخوابم، حصه ای از شب نماز میخوانم، با زنان منکوهه خود نزدیک میشم، ازدواج میکنم، با زنان منکوهه نزدیک میشم. و فرمودن بعضی از روزها را روزه میگیرم که روزه نفله، بعضی از روزها را روزه نمیگیرم. ادامه این حدیث مهمه. فرمودن این سنت من هست، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کسی که از سنت من سرباز زنه از من نیست. بعضی انسان ها چنین هست که میای اعمال رو به سرخ و فشار میاره که در دین نیست. من فلان شیء نمیخورم تا به الله برسم. هیچ جای دین نگفته اشیای حلال شما بگذارید ترک کنید به الله میرسید. نه، الله سبحانه و تعالی میگه کولوا من الطیبات، بخوریم از پاکیزگی ها، هر چی دوست داریم حلال بخوریم. چیزی که الله منع کرده از حرام منع کرده. حرام نخورید، هر چی که باشه، هر چی که میخوای باشه، حرام بود نخورید، اما حلال بود نوش جان شما. کولوا من الطیبات، بخوریم بنوشیم، اسراف نکنیم. الله سبحانه و تعالی پس برای ما نشان داده که اصلاح عبادات چگونه باشه. ما عبادت ما باید این 2 شرطی که اشاره کردیم، یکی متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم، دوم اخلاص. یکی از اینها اگر نبود عبادت ارزش نداره. خب موافق رسول الله نماز خواندیم، بر ریا بود، ارزش نداره. باید به اخلاص باشه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نماز من، عبادات من، حیات من، ممات من لله رب العالمین، خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی. ما میگیم ملت از ابراهیم خلیل الله داریم، این شعار ابراهیم علیه السلام هست. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. پس این را دانستیم که عبادات ما 2 شرط داره قبولیش، متابعت از رسول صلی الله علیه و سلم و اخلاص.
همچنین اصلاح اخلاق را اشاره کردیم، اصلاح جامعه را اشاره کردیم که اینا از طریق قرآن میشه. اصلاح سیاست و داوری و عدالت، اینها باید قرآنی باشه. اصلاح اقتصاد، متوجه تجارت خود باشیم، متوجه معامله خود باشیم، متوجه بیع و شرای خود باشیم، متوجه باشیم. وقتی سیاست ما قرآنی شد، اقتصاد ما قرآنی شد، اصلاحات به وجود می آیه. اصلاح خانواده توسط قرآن، اصلاح صلح و جنگ ما توسط قرآن و مبارزه دین، مبارزه قرآن با چی؟ با بردگیری. دین مبارزه کرده، اسلام مبارزه کرده، قرآن مبارزه کرده که این برده و غلام و کنیز و اینها از بین بره. ترغیب و تشویق نموده با آزاد ساختن بردگان از طرق مختلف. و همچنین دهم آزادی فکری و اندیشه توسط قرآن. میخوای آزاد زندگی کنی، فکر آزادی داشته باشی، اندیشه آزادی داشته باشی. به تعبیر امروزی که بعض انسانهای کردل و بیدین و بیخبر از دین و اینها خود به اصطلاح آزادی خواه و متفکر و اندیشمند و اینها نامگذاری کردن و آزادی فکری در گناه و معصیت میدانن. اینها آزادی نیست، اینا بیبندوباری هست. مثلا یک زنی اگر بی‌حجابی میکنه بعد میگه که آزادی هست، دیگه آزادی هست. و اروپا آزادیه، زن بی‌حجابه، مرد بی‌حجابه. این آزادی نیست، این بیبندوباری هست. یک زنی که بی‌حجابی میکنه، این بی‌حجابی تعبیر با آزادی نکنه. بی‌حجابی یعنی بی‌حیایی، بی‌حجابی یعنی بی‌حیایی، بیبندوباری. اینها رو باید ما بفهمیم، این واژه ها رو باید بدانیم. آزادی در چوکات اسلام هست، آزادی فکری در دین هست، در قرآن هست، آزادی اندیشه در دین هست. قرآن هست که مغز و کله انسان رو باز میکنه، قرآن هست که انسان رو متوجه میسازه به این که چگونه زندگی کن. این بود اصلاح احوال بشر از طریق قرآن که اشاره نمودیم. الله سبحانه و تعالی در بین جامعه اسلامی و همه امت اسلامی اصلاح، صلح، صفا و صمیمیت عنایت بفرمایه. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.